چجوری ماندگاری فیلر لبمون رو از 5-6 ماه به 1 سال برسونیم؟ 5 تا راهکار ساده داره. راهکار اول این که تا 1 هفته مصرف مایعات و غذاهای داغ ممنوع. راهکار دوم تا 3 روز مصرف قلیون و سیگار ممنوع هست، چون حرارت باعث میشه که فیلر لبتون زودتر جذب بشه. راهکار سوم این که تا 48 ساعت ورزش های سنگین نباید انجام بدین و تا 1 هفته سونا و جکوزی ممنوع هست، چون متابولیسم بدن بالا میره و باعث میشه فیلر زودتر جذب بشه. راهکار چهارم این که آب زیاد بخورین. حتما 1 هفته اول 2 تا 3 لیتر آب در روز مصرف داشته باشین، چون این فیلرها آب دوست هستن و آب به خودشون جذب میکنن، باعث میشه که هم ماندگاری ژلمون بهتر بشه و هم فرم بهتری بگیره. راهکار آخر این که حتما پوست لبتون رو هر روز با بالم لب و یا وازلین چرب بکنین، چون وقتی شما پوستتون خشک میشه و پوست لبتون رو میکنین باعث میشه که لبتون بد فرم بشه و فرم قشنگی نداشته باشه. حتما این پست رو سیو کن تا برای دوستات بفرستی.